امروز در مهاجرت بسیاری مردهای مسلمان با زنهای روس زنا میکنند، باز نماز میخوانند. مگر این مسخره در دین نیست؟ برادرای عزیز، ما در این باره ها صحبت‌های خیلی زیاد کردگیم. من در هر یک سفرهایی که با همون روسیه میکردم، من دائم با برادرای همین مسلمان تاجیک خودمان تاکید میکردم که شما را مقصد در این دولت همیشه آبروتان، قدر قیمتتان، اعتبارتان ایروی همینه که شما مقصد به دخترای اینها، به زنهای اینها هیچ وقت دست درازی نمیکنید و حتی اونها اگر شما را پیشنهادی به همین کار زنا هم که کنند شما ردشان میکنید. شما پولاشون که خیانت نمیکنید، شما گپی دروغ که نمیگید، شما که مثال روزی دراز عرق نوشی نمیکنید. برای این مردم بسیار خوش آمدگیم، بسیار پسند آمدگیم. برای اونها انمی خیلی نفرها در کار که با او همکاری کنند. برای همین شما دانی که در اونجا شما را همین چیز مقصد عزت بخشیده یا مردم در شما اعتماد کرده. وقتی که شما دست به کارهای زنا میزنید، من نزدیکی یک نوار را تماشا کردم که در همون کدام زن پیرانسالی را یک نفری از تاجیک مقصد دست درازی کرد، یک محله را بین همش از همونجا پیش کردن و جنجال و مقصد چی قدر مشکلات و پرابلم های زیاد. این همش همون شومی بد زنا هست. برای این کارها را نکنید دادرای عزیز. شما در سفر هستید، در سفر تا چند اگر شما پرهیزکاری کنید، احتیاط کنید، اگر خداوند در اونجا جانتون بگیرد شما با درجه شهادت میبرید. ای که یک آدم در روی زنا مقصد یا در روی شراب نوشی وقتی که مثال میبرد یا کشته میشود، این بسیار عیبی کلان است، هم برای